در قسمت‌های قبل دیدیم که همه برای بودن در جمع 10 برگزیده فرمانده به آب آتش زدند. از شجاعت ایستادن در ظلمات جنگل و استقامت در برابر وسوسه خواب گرفته تا تحمل گرسنگی و تشنگی در کویر. برنج خودش کل طول میکشه، بعد سیب زمینی چجوری تو آتش درست شه؟ چی میخوای بدیم؟ میمیریم همه. با رسیدن به کمپ فرماندهی، آموزش تیراندازی در سختگیرانه ترین شکل ممکن شروع شد. گفتم انگوشت تو ماشین نباشه. آتش. محمد یزدی طبق معمول ضعیفتر از بقیه به نظر می رسید، اما خیال حذف شدن نداشت. در مقابل اسماعیل به کمتر از قهرمانی راضی نبود و محمد یزدی رو اصلاً در حد رقابت با خودش نمیدید. اما دست سرنوشت جفتشون رو به مرحله حذفی کشوند. شانس باشون یار بود که مهرداد همه تیراشو بیرون زد و حذف شد. خودت بگو میرم مهرداد چی شد؟ امشب هم که تیراندازی کردیم دیگه، خب استرس بود دیگه. در عملیات زرهی محمد یزدی اونقدر خوب بود که هیچ بهانه‌ای برای حذفش وجود نداشت. ولی مشکل اسماعیل با همگروهیش یعنی مسعود از همون لحظه اول شروع شد. اسم مقر دشمنمو میذارم لانه زنبور. از پلنگ بی وقت تو داری طرف میکنی مسعود. درگیری این دو نفر اونا رو تبدیل به گزینه اصلی حذف کرد. فرمانده اما در نهایت تصمیم به حذف مسعود گرفت و آقا مسعود هم از جمع ما خداحافظی میکنه انشالله. اسماعیل حالا خیلی با اون تصویر رویایی خودش فاصله گرفته. اون که برای قهرمانی اومده بود تمام مدت داره برای حذف نشدن میجنگه. از این که حداقل حذف نمیشم، نفس راحتی کشیدم. در حالی که مطمئن یک نفر در اینجا هست که لیاقت موندن در این جمع رو نداره، محمد یزدی. دارم تلاش میکنم که بالاخره بیام، تا اولی بیام. امروز بهترین فرصت برای اسماعیل تا با حذف محمد یزدی دوباره به روزهای اوجش برگرده. این آخرین طلوع خورشید برای یکی از بهترین ها در فرمانده است. مسعود قراره با اولین پرواز به شهرشون برگرده، اما نه تشنه و گرسنه. من زودتر هم بیدار شدم، میخوام زمونشون بدم. مواد لازم برای یه آشپزی خوب، تعداد زیادی تخم مرغ در قابلمه ایوب سربازی‌ها به علاوه یک عدد حسبی. من خیلی استرس دارم برای غذا کردن. آیا تحریک نشه اینا از سرم وا نمیشن. رامونه باشه بیا کاکو بیا صابونه داره. کاکو افتخار خودت. هر جا رفتیم و مسیحیت خیلی به سر خوردیم. چرا کاکو؟ یعنی تا این برم میخوای منطقه ما هم بیه خواستگاری؟ دردش شله. دردش شل بدتون میاد؟ نه هرچی من دادم شما با بخورین. امروز دومات منم ها؟ کدامش دوست داری؟ این برا تو. برای یک یکتون دلم تنگ. یک یکتون
سید خیلی عریف نوکرم زیزو فرمانده شی آقا میخوام ببینم فارابی دفعه با تو عدشو بیا خب وارد مرحله جدیدی از مراحل مستند مسابقه فرمانده میشید. مأموریتی که در پیش دارید یک کار کاملا گروهی و انفرادی توأمه. عملیات‌های شهری عملیات بسیار پیچیده و سختی هستند. تمامی زوایا میتونه برای شما تهدید باشه. این که میگن در عمل جنگ شهری باید 2 تا چشم پشت سرت داشته باشی حرف گزافه‌ای نیست و واقعا باید به همین صورت حرکت بکنید. تکروی قطعاً برای شما حاصلی نخواهد داشت. پشتیبانی و تأمین متقابل یعنی نفر اول که داره میره حتما باید پشت سرش پوشش داشته باشه و تأمین که پیشروی بکنه. اولین باره که شما در اینجا تجربه رزم 2 طرفه دارید، پس دقت بکنید. اگر بیگدار به آب بزنید حتما مورد هدف قرار میگیرید و طرف مقابل شما رو مورد اصابت قرار میده. خب گروه بندیتون دقیقاً همون گروه بندی قبلیه. این کمک میکنه که شما خصوصیات همدیگر رو چیکار بکنید، به خوبی بشناسید. گروه اول متشکل از مهدی، سینا، سید و اسماعیله. فرماندهتون کیه؟ کی؟ آقا مهدی. آقا مهدی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. من آقا مهدی دارابی شماره 5 آماده است. مهدی در عمل جایگاه خودشو به عنوان فرمانده گروه تثبیت کرده. اون نیروهاشو به سلامت از کویر گذرانده و با طمأنینه و آرامش همیشگیش هیچ وقت اجازه نداده تیمش در رقابت گروهی بازنده باشه. عصبانی نمیشم خب، ولی عصبانی بشم مثلا یه 30 ثانیه عصبانی میشم. من خانومم ثبت نام کرد یه مدت برم منو نبینه، میدونی؟ حالا دیگه همه به مهدی به عنوان یک فرمانده مطمئن اعتماد دارن. آقا مهدی خوب آقا بود. مهدی معتمد، خوب، حرفه‌ای. عملکردش هم خوب بود تا حالا. یا همه مدلشو داریم، تیرانداز خوب داریم، پیدا کن خوب داریم، قدرت بدنی خوب داریم، همه چی داریم. روحیه همیشه بالای سید و لبخندی که بدون توجه به اوضاع از صورتش محو نمیشه میتونه تنش رو در این گروه به حداقل برسونه. مورد داریم اوکازیون رو به حیات در ساختمون. سینا جوانترین عضو گروه نشون داده که تیرانداز خوبیه. اگر فرمانده گروه بتونه به شور و شوق سینا در میدان جهت بده میتونه از انرژی این پسر نهایت استفاده رو ببره. آخرین عضو گروه یعنی اسماعیل بیشتر از بقیه تحت فشار روانیه. من دوست دارم محمد یزدی رو بزنم ازش. اون امروز هدفی جز حذف محمد یزدی نداره و قطعاً در راه این هدف به آب آتش میزنه و این میتونه برای گروه یه تیغ دولبه باشه. وقتی اسماعیل این RPG رو 50 متر جلوتر از خودش هدف گرفت فکر میکرد جون سالم به در برده و همه چیز به خیر و خوشی تموم شده. اما تازه بعد از شلیک بود که شوخی های رقبا شروع شد و اسماعیل فهمید تو چه هچلی افتاده. 700 نفر درازکش زدن. چیپ زد با RPG، یعنی اولین نفری بود که تونست چیپ بزنه.
نفرات گروه دومم محمد یزدی، احسان، محمد حسین و حسینن. ما محمد رو میذاریم روی برجک میگی محمد دستور بده فقط به ما. بگو یکی چپه بگو یکی راست. تو کارت نباشه فقط دستور بده اون بالا گفت جلو دست و پات بزن دیگه. معنی رو این بود که یا محمد حسین یا احسان فرمانده بشن. بچه‌ها اومدن رای گیری کردن گفتن که نه ما نظر اینه که تو باشی. یا شهر خشت و خانه از اونا ببین و حالش رو برو تعریفش کن. بهت قول میدم که بیای و پشیمونشی و لذت ببری و وقت کم بیاری تو. یا علی من محمد از شهر قنات و کنوت و قناعت حاضر. از انتخاب محمد یزدی به عنوان فرمانده نباید به سادگی گذشت. توافقی برای حذف محمد یزدی در پشت پرده این گروه در جریانه. با فرماندهی سوری محمد یزدی اون به ناچار جلو میفته و میشه همه کاس و کوزه ها رو رو سرش شکست. خب مسابقه یه باید هر جوری شده اینجوری خودتو بکشی بالا، حالا هر جوری نه ولی شرط مسابقه. نکته قوتم پشت کارمه. تو سکوت دارم تلاش خودم بکنم، کارمو انجام بدم، بذارم موفقیتام به جام صحبت بکنم. در اینکه محمد یزدی پاشنه آشیل این گروهه شکی نیست، ولی دامی که هم گروهی هاش براش پهن کردنم اصلاً جوانمردانه نیست. باید دید محمد یزدی متوجه این وضعیت مشکوک میشه یا نه. یکی از هموطنهامون ویدیو ضبط کرده برامون فرستاده. کوشی ویدیو ضبط کرده برامون فرستاده، فوق‌العاده است. خودش هم رو ویدیو خونده. از این کارا بکنید ما خوشحال میشیم. خونه آقازاده ابر تو که طرح اون رو اسکناس 2000 بوده. خلاصه که اگه نیومه دیت باشو همه رو بردار و تو بیاید. من دوست دارم محمد یزدی رو بزنم ازش کنم. چرا؟ خب دیگه بره توی خوانندگی کار کنه بهتره. بره پی زندگی. آره بره تو موسیقی و آهنگ کار کنه براش بهتره. محمد حسین تا اینجا بی سر و صدا با کمترین استکاک ممکن بالا اومده. اون فقط به یک صعود بدون هزینه فکر میکنه، هدفی که با غربال گروه به دست میاد. احسان تیرانداز خوبیه و این خصوصیتش برای عملیات امروز خیلی کلیدیه. اونم مخالفتی با ایده حذف ضعیفترین عضو گروه یعنی محمد یزدی نداره، چون اعتقاد داره اینطوری گروه قوی‌تر میشه. مفهومه. مشکل اصلی در این گروه احتمالاً مهار حسین. حسین علیرغم همه توانایی‌هاش هیچ علاقه‌ای به کار گروهی نداره و ذاتاً تک‌روه. با این حساب درسته که برای حذف محمد یزدی با بقیه به توافق رسیده، ولی معلوم نیست تو عملیات هم انقدر تابع گروه باشه. تصاویری که مشاهده می‌کنید توسط پهپاد فرمانده از آسمان شهر خالی از سکنه رامشار ضبط شده، جایی که قراره شرکت کننده های مسابقه فرمانده در نزدیکترین تجربه یک جنگ شهری به مصاف هم برن. قبل از شروع عملیات از هر گروه 2 نفر وارد این پارک میشن تا بر سر مهمات با 2 نفر از گروه مقابل بجنگن. اما فاصله نزدیک دو طرف هدفگیری رو ساده و رسیدن به این خشاب‌های وسوسه انگیز و سخت میکنه. این اولین باره که اونا قراره به طرف هم شلیک کنن
و همه مشتاق حضور در میدانند. مهمات حسین. خب حسین با احسان یا محمد حسین کدومتون مشتاقه؟ ما هر کدوم فرق نمی‌کنه. تو برو احسان. من برم. احسان. حسین سرعتیه؟ احسان هم استقامتی شدیده. احسان هم استقامتی و از نظر ذهنی آماده. این جنگ رو در رو به کمک فشنگ‌های گازی و سامانه لیزری ممکن شده. با هر بار شلیک پرتو لیزر یک بار در راستای مگسک تابیده میشه. برخورد پرتو لیزر با سنسورهایی که روی جلیقه و کلاه نفرات قرار گرفته حکم اصابت تیر رو داره. هر نفر با یک گلوله زخمی و با گلوله دوم از پا در میاد. احسان و حسین از گروه محمد یزدی و اسماعیل و سینا هم از گروه مهدی داوطلب حضور در این میدان شدند. احسان و حسین با آتش و حرکت دارن پیشروی میکنن. من رفتم آمادی؟ اینور. پشتیبانی اونها از همدیگه عالی. اومد بالا سر تا. اسماعیل اعتقادی به سنگر گرفتن نداره و به همین سادگی تیر اول رو میخوره. اسماعیل دستی خودشو به کشتن داد. اسماعیل خیلی زود سینا رو تنها گذاشت. حسین! احسان و حسین میرن تا سینا رو گربه‌گیر کنن. شما زخمی شدید. بودو سینا قرمزه! با قدرت کلک سینا رو هم کندن. رفتم پشت میخواست احسان رو بزنه اینجا اومده تو رو بزنه پشت. رفتم پشت زرمش فکر تویی اومد سن ببینیم چی آورد. حسین بگرد دنبال خشاب بودو وقت نداری بودو بسر بشین بگرد دنبال خشاب حسین دنبال خشاب بگرد سطح آشغالا رو چک کن سطح آشغالا. اونا دارن پارک رو جارو میکنن. با این وضع اختلاف دو گروه در مهمات خیلی زیاد میشه. سطح آشغالا رو بگرد. پوشش میدادی منو. بیا اینجا چند تا داری؟ 8 تا 9 تا آوردم. 2 4 6 8. اینجا دونه دونه فشنگاشون رو میشمارن، اما اون طرف واحد شمارش خشابه. خشابا رو ببین تو رو اول پس داداش تو جنگ اینا رو خوردیم که. خشاب چند تا 2 تا اضافه جمع کردم. چی 2 تاست؟ 2 4 6 8 10 12 13 یکم 14 تا داریم با 2 تام تازه. اشکالی نداره برای خودش. 16 جمع کنه تو درگیری دیگه مشخص میکنه. ترکوندیمشون دیگه داداش. ما شیران دلیریم، رسته از شیران دلیر. اونا هم که گرگای خسته زدیم پاره پورشون کردیم. شنیدم که قدرهای فرمانده شما بودیم. SRPG مثل موش قایم نشدیم اومدیم تو میدون نرفتیم سنگر نگرفتیم. ما پولیتیک داشتیم بچه میدونی چرا هنگم؟ به خاطر RPG که این زد. عوامل هنگ هستن. آقا RPG زد ملت هستن ولش همین آقا داغ میگن که دیگه داغ در نیار دیگه مالا حرف نمیزنی. تو ادب داشته باشی. یه بار یه شوخی گفتی من یه حرف بهت زدم 3 روز قرار کرده بودی. آقا ما هم صحبت می‌کنیم. نمیخواد در مورد من حرف بزنی. شما در مورد من صحبت کردی من در مورد صحبت کردم. ماشاءالله لغت بزنی دیگه. یه چیزی یاد کش نمیدم محمد. یه چیزی کش شد که دیروزم باعث ناراحتی شد. خیلی ناراحت شدم از کارش.
یعنی واقعا دیگه نتونستم به اعصاب خودم مسلط باشم دیگه. به نظر میرسه جنگ روانی محمد یزدی جواب داده و اعصاب اسماعیل کاملا به هم ریخته. دست بالای محمد یزدی و گروهش در مهمات حتما گروه مهدی رو آزار میده، اما نمیتونه تعیین کننده پیروز میدان باشه. سیاهی شب التهاب فضا رو در قلب تاریکش پنهان میکنه. این قسمت جزو پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مراحل مسابقات فرمانده است. بعد از این که از ما جدا شدید میرید تو کمپاتون مستقر میشید. توی تایمی باید برید واسه شناسایی از مقر دشمن. شما امشب تا صبح 3 تا کیسه خواب دارید. این نشونه اینه که تا صبح یه نفرتون باید بیدار باشه و وای به حال کسی که امشب کمین میخوره. ممکنه همین امشب حذفتون کنه. حواستون باشه چشم گوشتون رو باز کنید که من و امیر به شما کمین نزنیم. امشب شب سرنوشت ساز شناساییه. نیروی شناسایی هر گروه باید در نهایت احتیاط از پایگاه خودی به راه بیفته. هدف آشنایی با عوارض منطقه، جغرافیای زمین حریف و مکانیابی پایگاه دشمنه. این شناسایی در طراحی نقشه عملیات فردا تعیین کننده است. من میگم که 2 نفر بمونه اینجا اطمینان خاطر داشته باشیم به پایگاه. 2 نفرمون هم بره شناسایی که اگر اتفاقی افتاد بالاخره 2 نفر باشن که یکی بتونه پوشش بده و یکی بتونه کارش انجام. شناسایی نیاز به دقت و سرعت عمل داره. پس زوج محمد حسین و حسین میتونه یه زوج رویایی باشه. تا الان شده یه جاده، 2 تا خاکریزه، یه دونه معبر، اینم خاکریزه سوم. از یک طرف کوچکترین اشتباهی میتونه باعث لو رفتن و حذفشون بشه و از طرف دیگه اگه نتونن زمین رو کامل شناسایی کنن شکستشون در عملیات فردا قطعیه. ببین آقا من چپ و راستم رو نگاه کردم کاملا دشت بازه، یعنی بعد از اون نیم تپه دیگه هیچ راهی نیست. ما باید یه کاری بکنیم که احسان این وسط رو برامون کاملا سبز بکنه که بتونیم راحت بیایم تا اینجا. من تایم گرفتم، یه چیزی نداریم، باید برگردیم. برو هستم پشت. 200 متر. محمد تو طول برنامه نشون داده که هوش ذکاوتش بالاه. اول که فراد با هوشش حذف کرد، بعد که اومد بالا تو قسمت تیراندازی سیبلاشو نزد که با یه آدم قوی بیفته که اینطوری هم شد. تو قسمت زرهی تیراشو سعی کرد خیلی خوب. با اینکه محمد یزدی اینجا نیست اما محمد حسین همچنان داره به هندونه گذاشتن زیر بغلش ادامه میده. حالا اونا میشنست شخصیتاشون دیگه. مهدی دارابیه، اسماعیل، سید سینا، اینا همه انگیزه حمله دارن. مهدی هم یه جا واسطادن حوصله ندارن، اینا میخوان حمله کنن. من میگم ما یه چند دقیقه اول خب چند تا تیر مشقی حد بدید بزنیم. آره. اونا حرکت کنن بیان جلو. محمد یزدی حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه. اون انگار کم کمک داره متوجه سوری بودن فرماندهیش و نقشه همتیمیاش میشه. پاس اول تو، پاس دوم محمد، پاس سوم من، پاس چهارم حسین پاشو محمد پاشو. حالا باید دید گروه مقابل کدوم نفراتشو برای شناسایی میفرسته. فرمانده‌مون هم مهدیه. هر چی بگی اونو انجام میدی. باشه سینا تو همینجا وایس. آره همینجا وایس. از الان شده مقر ما دیگه. فرمانده مهدی تصمیم گرفته سینا رو در پایگاه تنها بذاره و همراه بقیه برای شناسایی بره. اون دنبال یه راه تا برتری عددی مهمات حریف رو خنثی کنه. اگه بتونی 2-3 نفر مثلا ما 4 نفریم دیگه، یکی مقر، 2 نفر اینجا سرشون رو گرم کنه، یکی که فریزه بتونه بره دورشون بزنه. آره دیگه زمین میگیره از اون سم. ایده دور زدن خط دشمن یه ایده خطرناک اما شدنیه. یه خاکریزه
خاکریز اونجاست، یه خاکریز اصلی همون جلوه. میتونیم یه نفرمون اینجا، 2 نفر سرشون مشغول کنیم از اینجا، یکی از پشت خاکریز بزن که دورشون بزنه، مستقیم بره بالا سر دوش کوچیت خونه. مراقبت از هر دو پایگاه تا صبح ادامه پیدا کرد و از اونجایی که هر دو گروه در هوشیاری کامل بودند، دستیارهای فرمانده از یورش به پایگاه ها منصرف شدند. شیفت بندی کردیم که هر کدوم یه ساعت پست بدیم تا 6 ساعت. مهدی داره پست میده که با هم میدیم. آره بود من اول بدم میدیم، میگه من فلان خوام نمیبره. 2 نفر پست میدیم. آره. مرحله به نظرتون فکر کنم جز جذاب ترین مرحله ها باشه. تمام. بقول محمد حسین تمام. آقا دیشب یه صحنه‌ای دیدیم از پست دادن رقیبامون. از خنده روده ور شدم. فقط حیف که شب بودم تونستم بلند بخندم. جنگ میخوام بریم بجنگیم. اینجا زمین عملیات امروزه. پایگاه دو گروه در دو طرف این جاده قرار داره. هر گروه در پایگاهش یک پرچم داره که باید ازش محافظت کنه. گروهی برنده این عملیاته که بتونه پرچم پایگاه حریف رو برداره و به بالای منبع آب شهر برسونه. یک نفر از گروه بازنده همین امروز حذف میشه. نمیریم، تو عقب‌تر از منی، من این فقط جلویم، تو نمیای جلو. تو فقط محافظت پرچم میکنه و اینو میگیری. آقا من هر ترکی میچینم یه کسی یه چیزی میگه. اسماعیل که اینجاست، من سید کنار هم از اینجا میایم به سمت اینا، سرشون رو گرم میکنیم. سینا تو از همینجا از پشت میری دورشون میزنی. پرچمو که برداشتی دوره لای خونه بغل دیوار میای، ما ببینیمت، پوششت میدیم، میریم با هم دیگه پرچمو واسه میگم. محمد تو فقط رو به جلو نگاه کن، آدم نیاد. محمد نگاه کن، حل. نیرو از روبرو نیاد، حواست به کی باشه؟ احسان و پرچم. شاید یه خورده کمتر از ما تواناییش بود، میدونستیم جسمی کم میاره. بعد یکی از گردانا یا یکی از یارامون حذف میشد اونجا تو میدون، خیلی فشار بیشتر رومون میومد. نمیتونستیم عملیات رو درست انجام بدیم و مجبور بودیم همون جلو آقا احسان بذاریمش. یکی بیسیم دسته احسان خواب، یکی بیسیم آنجلو تو داری حله. هم نیاز داشتی دیدی فلان اینا به ما بگو کجاست. آره اسمم که میلاد، احمد، دانیال، آرش. خاکریز و یه تیکه خاکریز اگه میتونی اون جیرو اگه از این ور میخوا بری باید سینه خیز بری. اگه اون یه تیکه رو نبینتت راحت میتونی دورش بزنی. احسان بشمارید بچه ها. 4 تا دونه گذاشتم، 4 تا واسه شماست. وایسا حسین احسان، محمد یزدی، محمد حسین، محمد یزدی 4 تا هم بالا میذارم برای حسین. حاجی جابجا می‌کنه. بچه‌ها بذار اینجا. 1 2 3 یا علی. بچه‌ها ماشاءالله 1 2 3. دو گروه دو استراتژی کاملا متفاوت دارند. فرمانده مهدی دنبال یک پیشروی سریع همراه با سیده. اونا میخوان با این حرکت تهاجمی به خط دفاعی حریفشون فشار بیارن تا سینا بتونه از کنار خاکریز نفوذ کنه و دشمن رو دور بزنه. در مقابل برای گروه محمد یزدی اولویت اول دفاع از پرچم پایگاهشونه. اونا به لطف مهمات بیشتر تصمیم گرفتن با آرایش دفاعی چند لایه از حریفشون تلفات بگیرن. هر گروه یک تیربار دوشکا، یک تفنگ تک تیرانداز و به تعداد نفرات سلاح کلاشنیکوف در اختیار داره. عملیات با شلیک منور رسما شروع میشه. هر گروهی که سریعتر جابجا بشه شانسش برای استقرار در نقاط استراتژیک بیشتره. نیروی سرعتی این گروه سینا و در مقابل هم حسین. گروه محمد یزدی تصمیم گرفته آخرین مدافع پایگاه یعنی احسان رو اینجا مستقر کنه.
فرمانده گروه مهدی همراه سید از پایگاه خودی دور میشه. اون اسماعیل رو پشت دوشگاه داخل پایگاه گذاشته. مهدی! سینا نفوذ پنهانش از کناره خاکریز رو شروع کرده، اما خط حرکتش کاملا در تیررس دشمنه و همینم سرعتش رو کند میکنه. سینا جان خیزتو بیشتر کن، خیزتو بیشتر کن. برو کدامه برو پشت اون خاکریزا. فاصله سید و مهدی با پایگاهشون داره بیشتر و بیشتر میشه. هر چقدر این دو نفر زودتر درگیر بشن راه برای نفوذ سینا بازتر میشه. سید چیزی میبینی؟ نه. سینا به اولین خاکریز میرسه. اون سر راهش محمد یزدی رو داره که پشت آخرین خاکریز موضع گرفته و از جاش هم تکون نمیخوره. عقاب تو موضع خودت باش. من هنوز کسی از دشمن رو مشاهده نکردم. تو موضع خودت باش. طبقه اول اسپیدیشون خوابیده. هلال مدافعین که از محمد یزدی، محمد حسین و احسان تشکیل شده تمرکزش حول پرچم و پایگاهشونه. گروه مهدی اما با آرایش هجومی امیدوارن که بتونن این سد رو بشکنن یا حداقل اونقدر خط مدافعین رو به هم بریزن که سینا بتونه دورشون بزنه. سید باز هم یک خط جلوتر میره. فرمانده گروه هم میره تا خودشو به سید برسونه. پیشروی کنم یا تو موضع بمونم؟ شما لطفاً تو موضع بمون تا من بهت بگم. تو موضع بمون. من تو موضع منتظر دستور. هیچ پشتیبانی از سینا وجود نداره و اون همچنان مجبور سینه‌خیز بره تا تیر نخوره. برو سید، برو اون جلوی گودیه بپر توش. عجله نکنید. سید بیام. بیا. سید و مهدی با تاکتیک آتش و حرکت دارن خودشونو به خاکریز حریف میرسونن. وقتی سینا هم بتونه نفوذشو کامل کنه درگیری اصلی شروع میشه. وایسا اسویدیشون رو دیدم، یه نفر دیگه هم کنارشون دیدم. دقیقاً سمت راست توه. شما تکون نخورم موزت، من اینا رو میزنم. شما هم موزت تکون نخور لطفاً. حواسم. حسین انگار یه فکری تو سرشه، اما هنوز معلوم نیست میخواد چی کار کنه. با رسیدن سینا به دومین خاکریز محاصره مدافعین کامل میشه. با جلو اومدن فرمانده مهدی و سید دیگه راهی جز درگیری باقی نمیمونه. برو گوشش بده. ایده محمد حسین برای رفتن تو لاک دفاعی به نظر میاد اشتباه کشنده‌ای بوده. سید و مهدی با حرکت در طول خاکریز دارن از مدافعین تیر میگیرن. تیرهایی که به کسی نمیخوره و فقط اختلاف مهمات دو گروه رو کم میکنه. بودو پیشمون. من میگم یکی اون بره سمت چپی، یکی اون بره سمت راستی. فرمانده مهدی و نیروهاش انگار توقف ناپذیرن. اونا دارن حلقه محاصره رو تنگ و تنگتر میکنن.
بزنش محمد. این چندمین خشابه که محمد حسین خالی میکنه، دریغ از یک تیر که به هدف خورده باشه. حالا که دستش هم زخمی شده دیگه بعیده بتونه کسی رو بزنه. سینا یه تیر به محمد حسین میزنه و اوضاع برای تیم محمد حسین سخت‌تر میشه. محمد یزدی هم کسی نیست که به هوای فرمانده بودن بخواد خودشو قربانی گروهش بکنه. فرمانده مهدی بدون هیچ تلفاتی تا اینجا تونسته نیروهاشو طبق نقشه جلو ببره. اونا فقط یک خیز تا تصرف پایگاه حریفشون فاصله دارن. خاکریز چپی میرم، پوشش بده. پیشروی سریع مهدی و بچه‌هاش باعث شد تا یک راه فرار برای حسین باز بشه. ولی حسین به جای درگیری با مهاجمین ترجیح میده فقط از این مهلکه فرار کنه. دیگه تیر زیادی برای مدافعین باقی نمونده. اینطور که معلومه حسین میخواد دقیقاً همون کاری رو بکنه که حریفشون میخواست انجام بده. دور زدن پایگاه دشمن. رفقای حسین کاملا در محاصره گیر کردن و معلوم نیست تا کی بتونن مقاومت کنن. تو موقعیت دشمن کسی رو میبینی؟ احمد تویی؟ احمد جان دقت کن، اینا زیاد از پرچم فاصله نگرفتن. زیاد عجله نکنید. دیگه سرنوشت این عملیات بسته به موفقیت یا شکست حسینه. حسین داره از دیوار کناری شهرک بالا میکشه و اسماعیل بیخبر از همه جا زل زده به دشت روبروش. از موقعیت دشمن کسی اومده بیرون یا نه؟ ببین دانیال جان، من اینجا زیاد مسافت طولانی دید ندارم به دشمن. بابا حواست به راست خودت باشه. حواست به راست خودت باشه. من حواسم بالا به کل میدون هست. کاری که حسین داره میکنه در یک جنگ شهری واقعی دست کمی از خودکشی نداره. احمد بیسیم نداره؟ اون تک و تنها و بدون نیروی پشتیبانی با فاصله زیادی از عقبه داره میره تو پایگاه دشمن. احمد میلاد بگوشم احمد بیسیم نداره. احمد بیسیم نداره؟ اسماعیل پشت بیسیم با همه حرف میزنه، در حالی که غیر از خودش فقط یک نفر دیگه بیسیم داره. دراز کشیده آرشه؟ دانیال جان از اونجا مشغولشون کن، سرشون رو گرم کن. به صورت اسماعیل دقت کنید. این بهت زدگی دلیل مهمی داره. خوردم؟ حسین همه رو غافلگیر کرد. اسماعیل حتی فرصت مسلح کردن سلاحش هم پیدا نکرد. بخواب زمین رسی. پایگاه فرمانده مهدی به همین سادگی سقوط کرد. خب بچه اینا کجا؟ تا ادبشون بکنم. ببین سنگ بزرگ است رو تپه، پشت اونه. تک تیر اندازشون دقیقاً روبروی منه. سیدم سمت چپ خوابیده. سید اینجاست. بیسیم ندارم. حالا معلوم میشه این درگیری کاملا حساب شده بوده. خودم باید میرفتم تو میدون. اشتباه کردم موندم اینجا. گفتم هم اول حمله کنین، مقر را پشت دور بزنین. اینقدر سینا معطلی کرد. محمد حسین و بقیه عمدن به حریفشون اجازه دادن جلو بکشه تا راه برای نفوذ حسین باز بشه. نه فرمانده مهدی و نه هیچ کدوم از نیروهاش هنوز نمیدونن چه فاجعه‌ای تو عقبشون اتفاق افتاده. اونا در حالی دارن اینجا برای رسیدن به پایگاه حریف می جنگن که پایگاه خودشون به دست حسین سقوط کرده. سید جواد سینا برگردین، داره حمله میکنن. حواست هست؟ برو. با تقلید صدای اسماعیل پشت بیسیم، مهاجمین از ترس سقوط پایگاهشون پراکنده میشن و محاصره شکسته میشه.
ای بابا. مهدی تو همین عقب نشینی شتاب زده یه تیر میخوره. آقا من میرم تو چاله پشت پرچم خودمون. شما حرکت کن، شما حرکت کن. 3 بلند شو. با عقب کشیدن فرمانده مهدی، محمد حسین به سرعت میره و خاکریز رو پس میگیره. گرفت اینه که من عقب نشینی دارن حمله میکنن. سینا هم عقب کشیده. اون از جایی که انتظارش نداره یه تیر دوشکا میخوره و میمیره. چراغش روشن شد. سینا هنوزم نمیدونه که از کجا بهش شلیک شده. کی منو زد؟ سینا رو زدم. ما کلا فکر کنم 20 تا تیر به اسماعیل دادیم. از شلتان بالاتر رفت. گفتم این چیکار میکنه اسماعیل؟ از کجا آورده این همه فشار؟ اصلا مغزم به اونجا که حسین سری رفته نبود. یه ساعت دراز کشید اینجا. بهش گفتم بابا رفتی تو میدون برو همین کاری که حسین کرد. چیه دراز کشید یک ساعت جلو تو میدون داره قلب میزنه، داره سینه خیز میره. اونا نگاه کن اونا کجان؟ هنوز تو مقر دشمنن، نزدیک به پرچمن. قرار بود اونجا پشتیبان من باشم بیام اینجا. حواس اونا رو جلو پرت کنم. گفتنش راحته ولی در عمل دور زدن خط دشمن اصلاً کار ساده ای نیست. مخصوصاً با این دفاع لایه‌ای که محمد حسین، محمد یزدی و احسان طراحی کردن. اسی بیسی بده من. اسی تکون نمیخوره تو مردی ها. ببار نوشی جان. اسی مردی ها. ببار نوشی جان. تکون نخوری خدافظ. محمد یزدی دیگه کاملاً از جریان مسابقه خارج شده و همه هم و غمش تیر نخوردن و زنده موندنه. بگو کی تیر خورده؟ حسین بدون سلاح و بی هیچ یار و پشتیبانی داره میره تا پرچم حریف رو برداره. این دیگه دیوونگی. فقط میشه گفت شانس بود. حالا همه چیز به قدم‌های حسین بستگی داره. خودشم میدونه اگه متوجهش بشن خیلی ساده میتونن شکارش کنن. محمد حسین و احسان آخرین فاز پشتیبانی برای کمک به حسین رو شروع میکنن. اونا مدام دارن به طرف مهدی و سید شلیک میکنن تا حسین بتونه در آرامش از منبع آب بالا بره. از عقاب به کمرشکم من حرکت میکنم به سمت پرچم. مفهومه. مهمات زیادی که از پارک جمع کردن اینجا داره به دردشون میخوره. یه دونه دیگه شون اومد. پرچمو گرفتم نتونستم اونجا دیگه. بدنم قفل کرده بود. خیلی استاد زده بودم. بعد که بدنم قفل کرد دیگه با دندون پرچمو بستم به اسلحه، رو زامن زدم. بستم رو اسلحه با دندون پرچم و اسلحه رو میآوردم دونه دونه میرفتم بالا. آرنج بند، ساق بند، همه رو مینداختم پایین. من یه چیزی تو خودم میبینم اونجا دیگه قفل کردم. واقعا قفل کردم. من بلند میشم به نشانه این که میخوام تیر بزنم. تو بدو بیا. 1 2 3 بیا چشت بهشون باشه. بیان ترکوندمش. اما سینه خیز برو بالا سرشون، بلند شو بزن. خاک ریز ندارم میبیننم. سینه خیز میبیننم.
میلاد حسین کجاست؟ حسین اینجاست. چند پله مونده تا پیروزی در عملیات. دیگه دیدم اونجا کاری نمیتونیم انجام بدیم، کاری نداریم. 2 تا فشنگ هم بیشتر نشیم. به سید گفتم بدو بریم پای منبع که حداقل اگه اومدن بتونیم اونجا بگیریم ازشون. کجا رفت؟ فرمانده مهدی بالاخره فهمید که چه اتفاقی داره میافته، اما دیگه برای هر کاری دیر شده. ماشاءالله بچه‌ها، دم همتون گرم. یه دقیقه وایسین آقا، من شرمنده‌تونم. خیلی خسته شدی؟ الان میفهمیم چه کشیدن. جنگ شهری سخته. ببین نه جنگ کلا او RPG اومد، منظورم میگم اون انفجار بچه ما خود من حذف میشدم، تیر میخوردم حذف میشدم، این بالاتر نبود. میدونستیم که فقط صدا داشت. ببین یه جنگ و اعصابی رو مغز ما بود، من اینقدر ترسیدم رو پشت دیوار میرفتم، میگفتم تیمم نابود نشه. هیچی نمیمردم، ولی فکر اون موقع میگفتم واقعا چه دل و جرأتی داشتن اون موقع بچه‌ها. ما هم دیگه بچهای اوناییم دیگه. همه بچهای همونجا شهید شدن، پدرای اون موقع شهید شدن. واقعا مدیونشونیم، نه اینکه شعار بدم، اهل این چیزا نیست، واقعا مدیونشونیم. حسش کردیم. فرمانده اینو بهمون حس داد. تیمی که هیچی روش حساب نمی‌کرد، قولای اینجا رو ترکوند. ما گفتیم میترکونیم، پاشم وایسادیم، مردونم وایسادیم، با خونمونم جنگیدیم. من بهت گفتم مسابقه شروع شد، سینا گازشو بگیر برو جلو. تو یک وقت گرفتم، من 1 ساعت اینجا دراز کشیده بودی. اونجا باید سینه خیز میرفتم. مهدی اینجا نگاه کن، ماشین معلوم نیست. نه جدی یه لحظه باید تا پشت اون خاکریز اون وسط سینه خیز میرفتم. آره تو درست انجام دادی. دقیقاً همون برنامه‌ای که اونا چینده بودن ما هم چینده بودیم. اونا تونستن ما نتونستیم. اسماعیل کارشو خوبن، من اونجا سینه خیز زیاد رفتم. 100 بار گفتم برو جلو، نگو سینا بیسیم نداشت. دیگه بیسیم زدم. صابونم بوی آورد، اینقدر به سینا گفتم بابا سینه خیز نرو، بلند شو برو پشت خاکریز برو جلو. سلام تو بیسیم. داوری این مأموریت پیچیده‌تر و سخت‌تر از مراحل قبله. برای مشخص شدن حذفی امروز باید منتظر موند و تحلیل فرمانده از عملکرد تک تک نفرات رو شنید. به نظر من اگه آقاش حذف بشه منم 2 نفر حذف بشن. 2 نفر، یکی منم یکی سینا. ولی در اصل باید مهدی حذف بشه. اصلا هیچ برنامه‌ای نداشت. ای کاش خودم فرمانده می‌شدم. ای واقعا توانه فرماندهی و مهدی نداشت. ولی اسماعیل به نظرم باید خیلی بهتر از اینا بود. خیلی بیشتر از اینا روش حساب می‌کرد. اگر به من باشه محمد یزدی. چرا محمد یزدی؟ چون 1 ساعت و نیم پشت یه خاکریز نشسته بود، مثلا پوشش من بود، 1 ساعت و نیم پشت یه خاکریز نشسته بود، تکونم نه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بفرمایید، خواهش میکنم. خب خسته نباشید عزیزان من. همینطور که بحث جنگ شهری رفتید از نزدیک لمس کردید و دیدید که چه تفاوت‌های عمده‌ای بین رزم در شهر و رزم نزدیک با محیط‌های دیگه وجود داره. محیط شما رو گرفت به صورتی که نتونستید اون قابلیت‌هایی که دارید رو مثل گذشته به خوبی نشون بدید. همونطور که گفتم مثلا یکی مثل سینا
اینجا عملکرد خیلی خوبی نداشتی، چرا؟ تو پارک خوب بودم ولی تو میدون جنگ برای اینکه دشمن متوجه نشن خیلی آروم میرفتم دیگه. گفتم متوجه نشن. خب اسماعیل عملکردت چطور بوده؟ عملکرد من تو میدون خوب نبود. واسه بیش از حد خودتو شجاع نشون بدی و میگم بشه یه قهرمان بیای. کلا حالت هجومی داشتم. بله دیگه درست اون حالت، اما باید چی باشه؟ اصلا لحظه‌ای نباید احساسات بهت غلبه کنه. یه لحظه درنگ کردم. و سری بعدش چی شد؟ فکر انتقام از محمد یزدی. یعنی انقدر تو این فکر شاید غرق شدی بدون که خودت هم بدونی، باز مجدداً اون عقل، تدبیر و روش درست از تو گرفت. ممیزی تا آخرین لحظه قرار بود من پیشروی کنم، یعنی اصلا درست من برم. نمیدونم دیگه امیدی داخل لحظه طبق تجربیاتی که تو سریای قبل مسابقه اومد، نفرای فرض ما برای این کار یکی اسماعیل بود یکی سینا بود، ولی بعد مرحله پارک اسماعیل یکم عصبی شد، کنترلش از دست داد. من گفتم یک جایی باشه که اعصاب راحتی داشته باشه و بتونه دید داشته باشه. سینا هم بچه طرفرزیه، اون چیزی که من دیدم واقعا آدم طرفرز و تیزیه. مهدی اصلا فرمانده خوبی نبود. بچه‌ها انتخاب کرد. واقعا یه اشتباه بزرگی تو زندگیم کردم که مهدی رو به عنوان فرمانده انتخاب کردی. نه مهدی خوبه. تا الان ثابت شد معتمد، خوب، حرفه‌ای. عملکردش هم خوب بود تا حالا. در هر صورت مهدی مسئولیت و فرماندهی گروه با تو بوده دیگه. درسته. مسئولیت شکست مستقیما متوجه توئه. کسی که فرماندهی رو میپذیره پیروزی‌ها و شکست‌ها رو چیکار میکنه؟ به عهده میگیره دیگه. حسین چرا اسلحه‌تو گذاشتی رفتی دنبال پرچم؟ سنگین بود گذاشتم رو دیوار. از جای سلاح تا پرچم چقدر فاصله بود؟ 30 متر حاجی. 30 متر بدون سلاح رفتن توی منطقه ساختمانی، درگیری که تو 2 متری 1 متری پشت هر در و زاویه ممکن اتفاق بیفته. فرق بین حماقت و شجاعت به اندازه فاصله کشیدن یه ماشه است. شاید بعضی مواقع شما همه چی رو از دست دادی، نفراتی باقی نمانده و در یه موقعیتی هستی اونجا این کار توجیه داشته باشه. به خاطر همینم صلاحیت گرفتن نشان نداریم. تو این مرحله اسماعیل به خاطر اینکه همین که گفتم اون فکر و تمرکز رو روی کار نداشتی و این شرایط عملا سبب شد که 2 بار مورد اصابت قرار بگیری تو این درگیری. شاید خود مورد اصابت قرار گرفتن یه بخشیه بالاخره، ولی مهمترینش اینه که اون خاصیت رزمی خودتو از دست دادی و باعث شدی گروه ضربه کاری و اساسی بخوره تو این قضیه دیگه. و اینکه گفتم همون امورات شخصی رو دخیل میکنی در کار عملیاتی. تو این قسمت ما با تو خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. التماس دار. خدا شما گرم. ببینم. ببین من رو محمد یزدی حساب نمی‌کردیم، از اول عملیات تا آخر عملیات پشت یه سکو بود اینطوری. احساس کردم محمد حقش نیست، واقعا داره پله خیلی مرموزانه بالا میاد این مراحلو. یعنی من اگه تو میدون جلوم بودم واسه پیشروی مطمئنا میرفتم تو جایی که این بود و میزدمش. ظرفیت شوخی داشتم، شما یه شوخی کردی من هم جواب شوخی دادم. فیزیکی دیگه چرا کار میکنی؟ مطمئنا میزدمش ولی خب نشد دیگه. محمد یزدی من ندیدم تو اون داستان کاری انجام بده. همه یه درگیریایی داشتن ولی محمد یزدی من ندیدم کاری انجام. محمد یزدی دلش دریاه. اگر محمد یزدی بخواد همینطوری به حذف نشدنش ادامه بده، هیچ بعید نیست دشمنانش اونو با همین دل دریاییش در اعماق دریا حذف کنن. چهره آدما رو نگاه کنیم. من شبیه اونا بشیم. من شبیه اونا هستم. اما مهمترین بخش این کار تدبیر و فکر خود شماست. گیر دادن به موهای حسام میزنن. تو این 40 دقیقه بگرد نفرات تیم مقابل رو پیدا کن و به ما معرفیشون کن. چشم. زیادم جلب توجه نکن. خب حرکت کن.
بسم الله. شروع شد و اومدم تو بازار با کلی استرس که الان من بین همه آدم چطوری اینا رو پیدا بکنم. به خدا سید منو پیدا کرد. بابا سید فقط سریع لطفاً سریع. آقا ببخشید خوبی؟ سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که از صدف کن و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد طلب جام جم از ما می کرد